معرفی تخت رستم. ولایت سمنگان یکی دیگر از ولایت کهن و پرآوازه افغانستان است. این ولایت خوش آب و هوا که در شمال کشورمان واقع شده، هر ساله میزبان مهمانان جشن گل سرخ می باشد. باستانشناسان میگویند کوههای سمنگان محل زندگی انسانهای حصر حجر بودند. در دوران قبل و بعد از اسلام نیز سمنگان یکی از مراکز فرهنگی مهم افغانستان به شمار می آید. این مکان تاریخی مهمترین دلیل شهرت جهانی سمنگان است. این تخت عظیم سنگی با قدامت حدود 3500 سال یکی از مهمترین بناهای بجامانده از دوره بودایان می باشد. محیط توپ رستم حدود 85 متر است و در اطراف آن غارها و اتاقهای متعدد وجود دارد. بودایان از این اتاقها به عنوان معبد یا بتخانه استفاده می کردند. آنها بت‌های خود را در این مکانها نگه داشته و به عبادت آنها می پرداختند. این تخت همچنین دارای حفره‌های برای نگهداری و مخفی نمودن اشیای گرانبها و مسکوکات آن زمان بوده است. امروز غارها و اتاقها تا 15% تخریب شده اند. خود تخت یا توپ رستم نیز به بازسازی احتیاج دارد. در اطراف این بنا علاوه بر اتاقها و غارهای آن معادن هم وجود دارد. حوضچه های نیز دور تا دور تخت رستم ساخته شده تا این بنا را از حملات دشمنان حفظ کند. این حوضچه ها که اکنون خشک شده اند همچنان در اطراف تخت رستم وجود دارد. باور مردم در مورد تخت رستم. تخت رستم چنان در دل ایبک مرکز سمنگان نشسته که گویا رستم آن را بنا نموده تا جاودانه باشد. شکوه و جلال این توپ یا تخت عظیم سنگی با گذشت سالیان دراز هنوز هم دیده نیست. بیشک هر بیننده با دیدن این بنا می تواند به هنر و قدرت مردمان آن زمان پی ببرند. مردم افغانستان معتقدند تخت رستم به دست رستم ساخته شده و زردشت 10 سال در روی آن زندگی کرده است. طبق باور مردم رستم قهرمان شاهنامه این تخت را برای خود ساخته. تهمینه دختر شاه سمنگان نیز اتاقهای اطراف آن را بنا کرده. افغان انار، انعکاس زیبایی‌های افغانستان.